سلام دوستان، این قسمت اومدیم برای تشخیص آلومینیوم و مس. نگاه کنید دوستان، آلومینیوم زیرش سفیده، زیر عایق لاکیش سفیده. عایق لاکی همون عایقی که شبیه مسش میکنه. نگاه کنید دوتاشون رنگشون تقریبا مثل همه، هم مس داریم اینطوری هم آلومینیوم. نگاه کنید زیرش سفیده. این آلومینیوم که هیچ ارزش خرید نداره، ولی توجه بفرمایید، نگاه کنید مس زیرش به رنگ مسه، حالت زرد ماننده، سفید نیست. اینو باید بخرید. شما اینو بخرید پولتون رو حروم کردید. فقط در همین حالت میتونم بگم اینو بخرید پولتون رو حروم کردید. حتما مسی بخرید. مسی ارزش خرید داره، میتونیم تعمیرش کنیم، میتونیم ترمیمش کنیم، ولی آلومینیوم هیچ ارزش خریدی نداره. یعنی باید اگه یک جرقه‌ای بزنه باید کل سیمپیچی رو در بیاریم و مسی به جاش بذاریم. میدونید چی بهتون میگم؟ ولی مسی اصلا اینطوری نیست، قابل ترمیمه و میتونیم ترمیمش کنیم و هزینه شما خیلی کمتر بشه. درسته همون اول پول یکم بیشتری میدید نسبت به آلومینیوم، ولی براتون کار میکنه، خیلی کار میکنه، زیر فشار تحمل میکنه. خلاصه خیلی مقاومتش بیشتره تا آلومینیوم تا هر فشاری بهش بیاد در جا میسوزه. پس از همون اول پولتون رو یکم بیشتر خرج کنید و چیز بهتری بخرید. بعضی از فروشنده ها میان، بعضی از فروشنده ها میان از سادگی خریدار سوء استفاده میکنن و آلومینیومی رو به جای مس به فروشنده عزیزمون غالب میکنن. لطفاً تو این چیزا هوشیار باشید، خسته نباشید.